از این ملک کلاقی مر ببردم دیگر نمیام به ملک نوال کنج باقی کجا بودی من گیله؟ میرم به سرا میرم ها؟ سرا بس که یک دقیقه تو کار دارم. بگو گیله جوسه که تو خو من صبح رفت میگشتم هم جایی که بیری میشی بگو ما میرم به تو جای پس میایم. من به بیکار رفته بیدم برفتم به سر چیز سرزمین کنجیت که سعی کنم کنجیتار گوسفند مسفندا مردم نخوره اونا رو بدره بدیم که تا خوش شه براتون که کسی نماده بده خیره خاطر که به گوشی هم نمیشه تو گوشی هم میخوان ساعت به گوشی هم وا نمیشه. تو یک کاری کن چیکار کنم پولار بگیرک ببرفتم در سرا مامان نوروز. خود مامان نوروز به سرا نبود. زن گفته که مامان نوروز بیری شده دیگه من برد نگشتم که برو سر زمین های یا دیگه جور پیدا کنم همین تبور بفهمیدی برو سر زمین های را اگر بود مامان نوروز بگو مامان نوروز این پولار عباس بودم داده پولار گوسفندایه خداوند شما خیر بده که تو 3 ماه شما صبر کرده بفهمیدی آره یا پولاکا شما 3 ماه نمیشه که خیلی وقت کن از 3 ماه بالا میشه دیگه حالا ما حدودا 3 ماه میگم نه همه لکه چند ماه بده 7 ماه بود گلک خب نه همین روزه که بخیرین گفتین 4 ماه دیگه خیلی باشه بفهمیدی های پولاکا به دست رو از اونا خیلی تشکری که خوب صحیحه چی بگم میگم از اونا تشکری که خیلی به این پولاکا خب ما صبر کرده من یا پولاکا گوسفند شما دست شما درد نکنه به کسی کو پولا به کسی کو برو بازو دی بیایم سر خوبه انا بگم مامان نوروزی هم گوسفند شما پولا گوسفند شما پولا گوسفند شما گوسفند شما نه برو زیر بیایی با خوبه پولا دیری نکنی به تراکه که پیش تو چنگ زنه با خب به سر زمین ها خوبه خب میگم برو به سر زمین ها اینا برو ما هم نرفتم سر زمین ها اینا دیگه بده حالا دختر خاله به تو میمیرم حالا دختر خاله به تو میمیرم با گیلگیانو باباره چند غلط به تو میگیرم گل بند طلا ارزش نداره همم که بیتره به تو میگیرم با گیله خون نکردن یاری اشتن مامان نوروز جانجوره جانجوره تیار هستیم چی گپایه الحمدلله چه کار میکنی ما علفار ببرم علف ها خیریت گیله با میخه دیشه اینا 10 تا عزیریه شماره کرده خب مامان نوروز این 10,000 روپیه برای من عباس بداد گفت برو مامان نوروز خیلی تشکری کن پولا گوسفند شما اینو پولا گوسفنده بله یا شماره کنیم مامان نوروز یعنی خیر بینه گیله شماره کرده دیگه شماره دیگه ما چیکار کنه الله یعنی گیله چه کردی خوب سیکو من تا زمان زنده باشم از شما تشکری میکنم خیلی یک جان تشکر نسوارا پس کنیم من نسوار من نسواری نیم بونه نگیر دیگه که من نسواری باشم بیلا بمال بغل روم ول میکشه چکار شده برای تو کلیس کنده نه بوی نسواره یا بوی تنبکو بابا جان خودت خبر ده که من نسواری نیم بیلا خب پچر بوی تنبکو چیزه گیله یک دوی چری میکشیدم چه اماله نه سو سکو انی از ایریان جان از تو چرا از من خیلی یک جان تشکر زنده باشین گوسفند به شما 4 ماه دادم 7 ماه میشه بعدم شما تشکری میکنم خیلی یک جان تشکر که بعد از 7 ماه بیاوردن بعد از 7 ماه پیلامر بیاوردن انی از ایریان از تو نوش جان کو بدن به بدن یعنی این عزیری بدون عباس دیگه بدون عباس این با عباس نه اومد از تو نه با نانی خود چی نه در بنانه تم بودم نه این میگم بنانه خود ندم عزیری بابا جان گفتم از تو وگر میفهمی برار منی الله دیگه خدا شکر دارم که بعد از 7 ماه به پولا خوب برسیدم به کی زنگ میزنی؟ به خانم خوب
چرا؟ خانوم هم دارین زن شما خانوم هم هست زن هستی چی بگی؟ آفرین خوبه دو جانبه سعی کن مادر لطیفه چی میگن؟ چاده خوب سرخ میکنی میری دن قصبی 2 کیلو گوشتکات تکشاد خوبه میستونی که 10 نفر میشه میمون دارم گیلک و عباس هم هستن عربی برو بفهمیدی؟ شو کورکش که بعد از 7 ماه به پیلا خوب برسیدیم خودتو آن به پیش شیشته به خدا هم نقوز تشکری کن 10 دفعه تا روی رو بوس کن تا کلیر هم یک سایبیست میکنم که بعد از 7 ماه پیلا مار بیا آوردن خیلی چشماتو روشن باشه من دیگه تشکری میکنم از او بفهمیدی چی گفتم سعی چی میگم مادر لطیفه گوشیر بردار با مادر خوب پیر خوب نفته که نویر خود چی شونی بده که بعد از 7 ماه پیلا گوسپند ماروردشم بیا آوردن چشیدشونی بده آخر دیتره که بری با قصبی گوشتن بستینی 10 نفر میشه میمون دارم خود گیلک و براریو چکار؟ مرچه چسبارک بود بتنه گردن شما مثل گو بری بالا میره سیکو گیلک ناز بتنه گردن که تنه گردن به سر شما دارم ماما نوروز که مرچی بیده سیکو یک چند دسته انرژی هم بستونی بفهمیدی؟ نشاوه هم بستو انرژی هم بستو نشاوه خدا حافظ یعنی چرا ماما نوروز ما رو میمون میکنی؟ با واسطه که بعد از 7 ماه به پیلا خود رسیدم عشق دیگه بال ندار که بپرم راست میگیم عشق عقل کمال هم نداریم چرا؟ چرا عقل کمال؟ همین که پاشم همه سرچپه بیدر حساب کن نیه خدا حافظ امشب بیاییم ما با عباس خیلی سلام بگو خوبه دیگه چی بگم تشکری بگم تشکری کن خوبه خیلی تشکری کن خیر بینه گیلا روشگرداری تو گم نشه که با کسی تو تهرا بزنم خوبه از این ملک کلاقی مر بردم دیگه نمیام به ملک یارده امو یاری وفا بیا دیگه بعد بخوری چه اونش تو که بخوری امو یاری کجی بابا میخاره ترک حالی ریکنو کی میایی ترک حالی ریکنو کی میایی پلوه شد باغ و باغچه و سرا گرفت خب شو میگو گوش که چی میگو بگی که یا چما نره بابا همین خره که بیاوردی علفات به چی بسته کنو که بار کنم بباریم اینو تو نوی نوردی با تو نگفتی خاکش رو دار بیاره گردنم اول بشو گفتی خر قبل بدر کوار دار بیا بله چشماتو روشن چکر شده سکو یلو کو خره سکو چی میگم بگی چشماتو روشن چکر شده بابا گیلک کلا گوسپند رو آورده بعد از 7 ماه نه بابا بله آرسته کی میگی بله بابا راست میگی چندی رو او 10,000 10,000 بیا او خوب کاری کن بابا گفتیم به تو باسکیلی میخرم بیاد چمانه اشتونیه بسر قیل خون بگر ایستاد چیم بسر بابا قیل خو استادم بابا جو آیا چمانه رو دیگه باسکیلی که قیل دادیم بگری به ما بخری نه 100% تو گفت پیلا کجایه انه کسیمه نه بابا خوب بریم الفال ببوریم بریم بابا باسکیلی چی میگم سکو کجی جان بله میری پیش به کاکا خور رمضان و شما خود پیار اینا رو میمون میکنی بده کچری واسه پیلا ما نقش شده بابا جان بال ندار که بپرم خوبه بابا دل جمع همه بیرون لکه خبر برو خبر کن بچه من میگو پیار خورم بیا رمضان هم میگو بیا رمضان هم میگو بیا امشه چشم بابا سیکو حیات تو نره دیگه حیات من نمیره دل جمع دل جمع باش برو وعلیکم سلام. رمضان خوبه؟ دیرت شما بخیر سلامت و خوشحالی. شکر جناب. فکر کنید لالا رمضان شما چی میگم؟ بگو چی میگی؟ امالی به سرا بدون کجیر بیامد به در سرام و گفت که امشب میمون مانیم رمضان هم میمون مانه بزو بگو
پیار مرا میمون که من پیار کم بگفتم گفتم باشه بیام به شما هم بگم که میشه میمون کجیری نه. کجیر به چیکاکامه؟ بله. من میمون کرده و بیا آمده به پیش تو. آه. به چی بابت من میمون کرده خیریت باشه؟ هیچی میگه به خاطر که می گله کنه بعد از عفو ما پولا گوسفند مار بیاوردم. یعنی لالا رمزون به در سرم و همی کجیر بی ساز و بی دول میرقصید اشیا گزوق. اشیا گزوق میرسی؟ بله. یاره به یک حساب کسی میکنی شام مدخو کجیر هم به چیکاکام من حق با جانبه به خاطر از این که اول دیوم حال شرایط اینه که کسی به کسی پولی به قرض بده رد که پولی به قرض بدی اگه وعدی و پر نمیشی یا نمیشی یا با اثر وعدی و تیر میشه نفر میاره مگر از خوشحالی یا ختم قرآن بگیری 2 برابر همون پول مصرف کنی یا یک میمونی بگیری که مثلا پاده که قوم خشاخ میمون کنی که نفر پولاتو رو آورده چون حال وقت پول نیه که کسی قرض بوست کنه باز دوباره به سر وعده خود بیاره بده راست میگیم لالا رمزون من گفتم حالی بیام به شما بگم کار نداریم تیار بش یک کمر گفته یک شما گفتم خوبه سر رمزون رو بگو کار نداریم میشه وا بله میشه خوبه باشه باش خداحافظ کار نداریم خیر بشی خداحافظ تو والله بازم به یک حساب سعی میکنی شیر مادر امی عباس که این پولا قرض قربی آورده بده یک شرایطی شده که حال پولا نقده به کسی میدی دل اینانیه که به سر وعده و پس بیارم بدم چی برسه که تو گوسپنده بدی با پولا تو بدم